سکس اون چیزی نیست که احتمالاً همین الان بعد از شنیدنش داری تصورش میکنی. اگر از بیشتر آدما بپرسی که چرا سکس وجود داره، جواب میدن خب تولید مثل. اما این توضیح دقیقی نیست. تو طبیعت موجوداتی هستن که بدون رابطه و حتی بدون وجود جنس مخالف خیلی راحت بچه دار میشن. مثلا بعضی از انواع مارها میتونن بدون کمک هیچ مار دیگه‌ای تخم بذارن و بچه به دنیا بیارن. بعضی از انواع کوسه هم همینطور. بعضی از انواع کرم‌های پهن، بعضی از انواع ستاره‌های دریایی هم همینطور. اونا میتونن خودشون رو تکه تکه کنن و هر تکه، هر بازوی ستاره دریایی میتونه تبدیل بشه به یک موجود کامل جدید و به زندگی خودش ادامه بده. وقتی همه این راه‌های ساده، سریع و بی دردسر برای تولید مثل وجود داره، یه سوال بزرگ پیش میاد. اصلا چرا سکس وجود داره؟ به هر حال این کار بهینه به نظر نمیرسه. باید انرژی صرف بکنیم، خطر کنیم، رقابت کنیم. تو این اپیزود میخوایم بریم سراغ همین سوال. پارادوکس سکس، وجود جفتگیری در طبیعت در نگاه اول به نظر یک پارادوکسه، یک تناقضه. اما برای حل این تناقض باید به فلسفه فرگشتی سکس نگاه کنیم. با من همراه باشید. من علیرضا پاینده هستم. اینجا ما هر بار با هم جرف میشیم در یکی از رمز و رازهای طبیعت. از منظر داروینی هدف غایه حیات انتقال ژن‌ها به نسل بعد هست. پس هدف از تولید مثل انتقال اطلاعات ارزشمند ژنتیکی هر فرد به نسل بعدتر هست که اونا هم همین کار رو در آینده انجام بدن و این کار همینطور ادامه پیدا بکنه. طبیعت در طول عمر حیات در زمین که تقریباً 3.7 میلیارد ساله برای این انتقال، برای انتقال ژن‌ها 2 تا راه حل پیدا کرده. روش اول تولید مثل غیر جنسی هست. در این روش یک موجود، مثلا یک میکروب، تقسیم میشه و خودش رو کپی میکنه و تمام اطلاعات ژنتیکیش رو به نسل بعدی منتقل میکنه. پس نسل بعدی به لحاظ ژنتیکی با نسل قبلی یکسان خواهد بود. به این روش میگیم تولید مثل غیر جنسی. در موجوداتی که تولید مثل غیر جنسی دارن، نر و ماده وجود نداره و اگر هم وجود داره، تولید مثل لزوماً وابسته به آمیزش جنسی نر و ماده با هم دیگه نیست. روش دوم انتقال ژن‌ها هم که هممون میدونیم روش جنسی و از طریق سکس هست. در این روش نسل بعدی دیگه به لحاظ ژنی با شما یکسان نیست، بلکه نصف ژن‌ها رو از شما به ارث برده و نصف دیگر رو از جنس مخالف و تازه ترکیب همین ژن‌ها هم دیگه عوض میشه. بذارید چند تا مثال از موجوداتی بزنم که تولید مثل غیر جنسی دارن. اما قبلش ممنون میشم اگر از ما حمایت کنید با لایک و سابسکرایب کردن تا بتونیم محتوای مفیدتر و بیشتری براتون تولید کنیم. خب مثال موجودات غیر جنسی آشناترینش برای ما باکتریا هستن که تقسیم میشن و از خودشون کپی میگیرن و تکثیر میشن. اما خیلی از ما نمیدونیم که تولید مثل غیر جنسی فقط مختص میکروب ها نیست. مثلا یه سری کرم های پهن هستن به اسم پلاناریا که تو فارسی بهشون کرم های جاودانه هم میگیم. این کرم ها یه ویژگی شگفت انگیز دارن. اگر بدنشون نصف کنی، هر تکش تبدیل به یک کرم کامل جدید میشه. شما هیچ وقت نمیتونی با یه چاقو این موجود رو بکشی، چون تا 1/279 اندازه بدنش هم اگر قطعش کنین، باز هم هر تکه بر خودش تبدیل به یک کرم جدید میشه. حالا فهمیدین چرا بهش میگن کرم‌های جاودانه؟ کرم پلاناریا یه توانایی عجیب دیگه هم داره. اگر فقط سرش رو از وسط ببری، یعنی بدنش رو دست نزنی، فقط همون قسمت جلویی رو 2 نیم کنی، هر نیمه سر میتونه خودش رو کامل بکنه. نتیجهش اینه که کرم همزمان 2 تا سر خواهد داشت، یکی سمت راست، یکی سمت چپ. و جالب اینجاست که این کرم با این وضعیت عجیب میتونه زنده بمونه و راه بره، غذا بخوره و کار عادی انجام بده، کاملا مثل یک کرم جدید. دانشمندان هنوز دارن بررسی میکنن چطور مغز و بدنش با این تغییرات کنار میاد. اما قصه پلاناریا، این کرم‌های پهن به ظاهر ساده، فقط به بازسازی بدن محدود نمیشه. ماجرا عجیب‌تر از این حرف است. محققا یه کشف خیلی عجیب کردن. وقتی یه پلاناریا رو چند تکه می‌کنی و از هر تکه یه کرم جدید در میاد، اون کرم‌های جدید فقط یه کپی فیزیکی نیستن. اونها خاطرات و حافظه کرم اولیه رو هم دارن.
عجیب نیست؟ یعنی حتی وقتی سر این موجود میمونه فقط در یکی از این تکه ها، باز هم اون تکه هایی که سر جدید در میارن همون اطلاعات رو توی سر تازهشون دارن. حالا چطوری اینو فهمیدن؟ ماجرا برمیگرده به یه آزمایش جالب تو سال 1955. 2 تا پژوهشگر اومدن این کرم‌ها رو با یه تکنیکی شرطی کردن. یه نور خیلی روشن بهشون نشون میدادن و همزمان یه شوک الکتریکی کوچیک هم میدادن و بارها و بارها این کار رو تکرار کردن و بعد که فقط نور رو نشون میدادن بدون اینکه شوک وارد کنن، این کرم‌ها دیگه خودشون رو جمع میکردن. یعنی شرطی شده بودن، یاد گرفته بودن که نور یعنی شوک. تا اینجای کار عادیه. اما قسمت عجیب اینجاست. وقتی اون کرم‌های آموزش دیده رو تکه تکه میکردن و کرم‌های جدید تولید میشد، هر کرم جدید همون واکنش رو نسبت به نور نشون میداد. یعنی اونا همه فکر میکردن نور یعنی شوک، با اینکه مغز اصلی از بین رفته بود. انگار حافظه یه جورایی تو کل بدن این کرم پخش میشه، نه فقط تو مغز. بعد یه آزمایش عجیب‌تر هم انجام دادن. اونا این کرم‌های آموزش دیده رو له کردن، آره واقعا له کردن و به کرم‌های دیگه غذا دادن. باورش سخته ولی اون کرم‌هایی که این غذا رو خورده بودن، اونا هم شرطی بودن، اونا هم یاد گرفته بودن که نور یعنی شوک. گفته میشه که شاید خاطره ها توی یه جور ماده شیمیایی ذخیره میشه، یه جوری مثل حافظه RNA، حافظه‌ای که میتونه منتقل بشه. البته این قسمت از آزمایش، یعنی خوروندن کرم به کرم‌های دیگه، بعدها کمی بحث برانگیز شد و بعضی‌ها گفتن که نیاز به آزمایش‌های بیشتر هست برای اثبات این مسئله. اما در اصل موضوع، یعنی انتقال اطلاعات در کرم‌های تکه شده، اصلا شکی نیست. چند وقت پیش یه تیم تحقیقاتی یه سری از این کرم‌ها رو، تکه‌های این کرم‌ها رو با موشک اسپیس ایکس، همون موشک متعلق به ایلان ماسک که میره و برمیگرده میشینه عمودی، با موشک اسپیس ایکس فرستادن به ایستگاه فضایی بین‌المللی تا ببینن این کرم‌ها توی شرایط بی‌وزنی و نبودن میدان مغناطیسی زمین چطور خودشون رو بازسازی میکنن. بعد از چند هفته یکی از اون تکه‌ها 2 تا سر در آورده بود و جالب اینه که چنین جهش‌هایی رو محققا فقط میتونن تو آزمایشگاه و با شوک الکتریکی به این کرم‌ها ایجاد بکنن و اینکه فضا هم تونسته چنین تأثیر روی این کرم‌ها بذاره برای محققا خیلی جالب بود. خلاصه پلاناریا، کرم‌های جاودانه، فقط یک کرم ساده نیستن، یه معمای زنده هستن برای علم. از این کرم‌ها که بگذریم، ما حتی گونه‌ای از کوسه‌ها رو داریم، گونه‌هایی از کوسه‌ها رو داریم که بکرزایی میکنن، تولید مثل غیر جنسی میکنن. مثلا کوسه سرچکشی، بهش بیل کله هم میگن، تولید مثل غیر جنسی داره. بیل کله ماده میتونه خودش تخم خودش رو بارور بکنه و کوسه به دنیا بیاره. بعضی از انواع مارها هم هستن که میتونن تولید مثل غیر جنسی داشته باشن. بعضی از موجوداتی که تولید مثل غیر جنسی دارن، اندام جنسی نر و ماده رو با هم دارن. به این موجودات میگیم هرمافرودیت یا همون نرماده. کلمه هرمافرودیت برگرفته شده از یه افسانه یونانیه. هرمافرودیت پسر هرمس و آفرودیت یا همون ونوس بوده و یه روزی که هرمافرودیت در چشمه آبتنی میکرده، یه حوری آبی که عاشقش بوده اون رو با آغوش میکشه و از اون به بعد هرمافرودیت به صورت نیمی مرد و نیمی زن در میاد و برگرفته از اون افسانه تا امروز هم به کسایی که دارای هر دو صفت مردانه و زنانه هستن هرمافرودیت گفته میشه. این حالت توی خیلی از حیوانات و گیاهان دیده میشه، مخصوصا موجودات کوچیک مثل کرم‌ها، نرمتنان، ماهی‌ها، و این حالت باعث میشه موجودات راحت‌تر و سریع‌تر تولید مثل کنن، چون لازم نیست دنبال جنس مخالف بگردن. خب از تولید مثل غیر جنسی دیگه بگذریم. خیلی در موردش حرف زدم و مثال‌هاش رو هم گفتم. حالا برگردیم به این سوال اولیه. پس چرا اصلا سکس وجود داره؟ اگر میشه به روش غیر جنسی ژن‌ها رو منتقل کرد، چرا سکس وجود داره؟ شاید این مسئله سکس تو ذهن ماها حل شده باشه، اما باید بگم که محققا واقعا تلاش کردن تا بفهمن اصلا چرا سکس وجود داره. تازه جواب این سوال سخت‌تر هم میشه اگر در نظر بگیریم که سکس هزینه داره. منظورم دیت کردن و هدیه دادن و اپل 16 پرو مکس نیست. منظورم اینه که
از منظر بیولوژیکی سکس هزینه داره. از منظر بیولوژیکی سکس آهسته است. زمانی که طول میکشه یه باکتری خودشو کپی کنه و تقسیم بشه شاید اندازه آماده شدن ما برای دیت اولمون باشه. به غیر از اون در تولید مثل جنسی پیدا کردن جنس مخالف هم زمان بره، سخته، به هر حال رقابت عشقی هست، نازی هست، نیازی هست، ولی موجوداتی که تولید مثل غیر جنسی میکنن خودشونن و خودشون. از اون طرف در موجودات جنسی مثلا فرض کن یه نهنگ برای پیدا کردن جفتش در اقیانوس بیکران کار خیلی خیلی سختی داره. سوزن رو تو کاه باید پیدا کنه، خصوصا که اونا اینستا و تیک تاک هم که ندارن. به هر حال تولید مثل جنسی سخت‌تر از تولید مثل غیر جنسی هست. تازه آهسته بودن و پیدا کردن جفت مهمترین هزینه تولید مثل جنسی نیست. مهمترین هزینه تولید مثل جنسی من هستم، من که نه، یعنی جنس نر. هزینه دخیل بودن جنس نر در تولید مثل جنسی. در تولید مثل غیر جنسی جمعیت 2 برابر سریعتر از تولید مثل جنسی رشد میکنه، چون همه فرزندان میتونن دوباره صاحب فرزند بشن. اما در تولید مثل جنسی اینطور نیست. جنس نر که اصلا بارور نمیشه و این کار رو باید اشتراکاً با یک جنس نر دیگه انجام بده و این باعث میشه که جمعیت در تولید مثل جنسی خیلی آهسته تر رشد کنه که بهینه نیست، چون در تولید مثل جنسی جنس نر هم به وجود میاد که بارور نمیشه. انگار مادر جنس ماده نصف داشتهاش رو میذاره برای تولید یک نری که خودش نمیتونه به تنهایی صاحب فرزند بشه و اونا هم نیاز به یک ماده دیگه دارن. به نظر میرسه در طبیعت مردها ژنشون رو در سکس میدن و دیگه کار دیگه ای نمیکنن. خب این از هزینه های سکس. اما این تنها مشکل سکس نیست. در نگاه اول حتی سکس برخلاف انتخاب طبیعی که داروین هم میگفت عمل میکنه. داروین نشون داد که تکامل یا همون فرگشت از طریق انتخاب طبیعی انجام میشه. انتخاب طبیعی یعنی چی؟ انتخاب طبیعی یعنی فرایندی که در طی اون نسل‌های پیاپی سبب شیوع اون دسته از صفات ارثی میشن که احتمال زنده موندن و موفقیت رو در یک جمعیت افزایش میده. پس طی فرایند انتخاب طبیعی ژن‌های سازگار با محیط در یک گونه باقی میمونن. اگر اون ژن مثلا ژن ایمنی در مقابل مالاریاس باقی میمونه، اگر اون ژن رنگ پوست تیره است در جایی که اشعه یووی، اشعه فرابنفش زیاده، یا هر نوع ژنی که کمک میکنه به بقای موجودات باقی میمونه. این اصل مهم داروینه که بهش میگیم انتخاب طبیعی. اما به نظر میرسه سکس تمام این زحمتی که انتخاب طبیعی کشیده رو از بین میبره، چون فرزند حاصل از سکس ژن‌هاش دیگه نه دقیقاً مثل پدرشه و نه مثل مادرشه و حتی ترکیب موفق ژن‌های حاصل از انتخاب طبیعی دیگه به هم ریخته. بذارید یه مثال دیگه بزنم که مسئله واضح‌تر بشه. فرض کنید داریم پوکر بازی میکنیم و دست شما خیلی خوب اومده و شما بازی میکنید و دست رو هم میبرید. برای دست بعد به همه بازیکن‌ها فرضاً این اجازه رو میدن که کارت‌های توی دستشون رو نگه دارن یا کارتاشون رو با نفر بغلی قاطی کنن و بر بزنن و دوباره کارت بردارن. این حق انتخاب رو به شما میدن. شما باشین چی کار میکنید؟ قطعاً دستتون رو نگه میدارید، چون دست برنده است. ترکیب کارت‌های شما بهترین ترکیبیه که باعث میشه بازی با قواعد پوکر رو ببرید. حواستون باشه در بازی پوکر بهترین ترکیب کارتا برنده است. مثلا کسی که از 10 تا آس رو از یک خال به این صورت چیده باشه بیشترین امتیاز رو خواهد گرفت. اگر دستتون رو با نفر بغلی شافل کنید، بر بزنید، دیگه این ترکیب به هم میخوره. پس شما دوست ندارید که دستتون رو عوض کنید. این مسئله در مورد ژن‌ها هم صحیحه. این ترکیب از ژن‌هاست در یک بازی که حالا توی زندگی میشه شرایط محیطی. اون ترکیبه که تصمیم میگیره اون موجود، اون آدم، اون حیوان زنده بمونه، بقا پیدا بکنه یا نه. ولی سکس مجبورمون میکنه که این دست رو بر بزنیم. بر زدن ژن‌ها در موجوداتی که تولید مثل جنسی میکنن در فرآیندی به اسم میوز انجام میشه. در مراحل اولیه میوز هر کروموزوم تکه‌ای از خودش رو با تکه‌ای از کروموزوم شریکش جفتش تبادل میکنه. در گونه انسان با 23 جفت کروموزوم 2 به توان 23 حالت مختلف وجود داره، یعنی 8,388,608 حالت مختلف وجود داره که کروموزوم های ترکیب شده ما میتونن تقسیم بشن.
تازه احتمالات و تعداد حالتهای ترکیب شدن با کروموزوم‌های جنس دیگر رو هم اگر در نظر بگیریم، خدای من بی اندازه حالت مختلف وجود داره و این یعنی چقدر تنوع ژنتیکی در سکس بالا میره. این دقیقاً به این معنیه که من و شما خیلی موجود یکتا، بی‌نظیر و خاصی هستیم. از بین اون همه حالت احتمالات مختلف من و شما به وجود اومدیم، پس باید خیلی خودمون رو دوست داشته باشیم، چون مثل هر کدوم از ما دیگه نیست. البته مگر اینکه شما دو قلوی یکسان داشته باشید که اون وقت به لحاظ ژنتیکی تقریبا 100% شبیه هم هستید. خب دوباره برگردیم به سوال اولیه، چرا سکس وجود داره؟ به نظر سکس خیلی روش احمقانه‌ای هست برای انتقال ژن‌ها و همون دلایلی که توضیح دادم. آهسته است، هزینه داره، ترکیب برنده رو به شدت به هم میزنه، اما در این حال ما میدونیم که سکس بسیار شایع هست. از هر 1000 حیوان فقط یک حیوان تولید مثل غیر جنسی داره. حتی در گیاهان هم از هر 100 گیاه فقط یک گیاه تولید مثل غیر جنسی داره. بنابراین اکثریت مطلق با فاصله دست موجوداتی هست که تولید مثل جنسی دارن و ما میدونیم که در طبیعت هیچ چیزی بی دلیل نیست. حتما یه مزیت بزرگ در سکس باید وجود داشته باشه که هزینه هنگفتش رو توجیه میکنه. اما این مزیت چیه؟ خب باید اینطوری به قضیه نگاه کنیم. بر زدن دستهامون اتفاقاً احتمال بردنمون رو بیشتر میکنه. به خاطر اینکه طبیعت همیشه با یک قانون بازی نمیکنه. سکس تنوع ژنتیکی ایجاد میکنه. اون مثال بازی پوکر رو یادتون هست؟ فرض کنید یک بازی وجود داره که قوانین اون بازی در هر دست به کل عوض بشن و تنها در همون دست اعلام بشن و شما از قبل نمیدونید. پس شما نمیدونید که کارت‌های خوبه الان که واسه بردت در این دست شده آیا دست بعدی هم به کارتون میاد یا نه، چون از قواعد بازی در دست بعد که خبر ندارید. حالا دوست دارید کارتاتون رو عوض کنید؟ بله. زندگی هم به همین شکله. شرایط محیط زیستی، تغییر اقلیم و خیلی متغیرهای دیگه به سرعت عوض میشن. مهمتر از همه انگل‌ها. این که انگل‌ها میتونن یا نمیتونن میزبانشون رو تحت تاثیر قرار بدن ریشه در ژن‌هاشون داره. بدن ما قفل‌های برنامه نویسی شده ژنتیکی داره که انگل‌ها همیشه تلاش میکنن تا رمزگشایی کنن. در موجوداتی که تولید مثل غیر جنسی دارن، تمام جمعیت ژن‌های مشابه دارن. اگر فقط یک بار این قفل ژنی شکسته بشه، تمام جمعیت از بین خواهد رفت، چون ژن‌ها همه یکسانه. اما با بر زدن و قاطی کردن ژن‌ها در تولید مثل جنسی، هر ژنی که انگل‌ها باهاش روبرو میشن کاملا یکتاست و قبلا ندیدنش. حتی اگر قفل یکی باز بشه، بقیه جمعیت هنوز ایمن هستن. این چیزی که الان توضیح دادم تقریبا برای رابطه همه موجوداتی که با هم تکامل پیدا میکنن صدق میکنه. حیوان درنده شکارچی و شکارش، ویروس و میزبانش. وقتی حیوان شکارچی سریعتر میشه، شکار شونده هم دائما باید سریع بشه یا طوری اونم تکامل پیدا بکنه که بتونه باقی بمونه ولی منقرض میشه. این رقابت تکاملی هست. هر موجودی، حتی انسان، همیشه باید به تکامل از طریق متنوع کردن ژن‌ها ادامه بده وگرنه نمیتونه با تغییرات سازگار بشه. یه زیستشناس تکاملی به اسم لی ون ویلین، امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم، اسم این تلاش فرگشتی رو گذاشته فرضیه ملکه سرخ. اسم این فرضیه ملکه سرخ از کتاب آلیس در سرزمین عجایب میاد. اگه یادتون باشه یک جایی در داستان آلیس و ملکه سرخ هر چقدر که میدوئن پیش نمیرن، از جاشون تکون نمیخورن، سر جای خودشون هستن. ملکه سرخ برمیگرده با آلیس میگه میبینی اینجا تا جایی که میتونی باید بدوی تا در جای سابقت باقی بمونی. طبیعت هم دقیقا همینه، منتها به جای دویدن سکس انجام میشه. وقتی شرایط محیطی و چالش‌هاش دائما در حال تغییر هستن، به هم آمیختن دائمی ژن‌ها از طریق سکس شرط لازم برای بقای ما و موندنمون در این دنیاست. این راهکار طبیعت بوده که 99.9% موجودات دائما در تقلا باشن تا از طریق سکس تنوع ژنتیکیشون رو بیشتر کنن تا باقی بمونن. مثال این اتفاق رو دائما میشه در طبیعت دید. مثلا در یک دریاچه در مکزیک 2 نوع ماهی کنار هم زندگی میکردن. یک گروه تولید مثل جنسی داشتن و گروه دوم ماهی‌ها تولید مثل غیر جنسی.
محققا متوجه شدن که ماهی‌هایی که غیر جنسی تولید مثل میکنن انگل‌های بیشتری دارن. چرا؟ چون ماهی‌های حاصل از تولید مثل غیر جنسی تنوع ژنتیکیشون کمه و وقتی انگلی یکی از اون ماهی‌ها رو درگیر کرد بقیه رو هم تحت تاثیر قرار داد. ولی در مورد ماهی‌های حاصل از تکثیر جنسی این صادق نبود. اونا تنوع ژنتیکی بالایی داشتن و یک انگل بر کل جمعیت نمیتونست فائق بشه. حالا جالب اینجاست، وقتی اون دریاچه دچار خشکسالی شد و آب دریاچه خیلی کم شد و به تبعش جمعیت ماهی‌ها هم کم شد، از جمله ماهی‌های حاصل از تولید مثل جنسی، حالا محققا دیدن که ماهی‌های حاصل از تولید مثل جنسی هم انگل‌هاشون زیاد شده بود. چرا؟ چون دیگه جمعیتشون کم شده بود، همگی از چند گروه ماهی نزدیک زاده می‌شدن، یه جوری همه با هم فامیل بودن و بنابراین تنوع ژنتیکشون کم شده بود. حالا انگل‌ها تونسته بودن به اون ماهی‌های حاصل از تولید مثل جنسی هم غلبه بکنن. تا حالا فکر کردید که چرا طاووس‌ها دم به اون بزرگی و با اون حجم دارن یا گوزن‌ها چرا شاخه‌ای به این بزرگی دارن؟ اینا ارزش تکاملی ظاهری ندارن، چون این ویژگی‌ها کلی هزینه دارن برای صاحبینشون. این موجودات با این دم‌ها و با این شاخه‌های بزرگ تبدیل میشن به یه شکار آسون. پس چرا اصلا چنین چیزی در تکامل به وجود اومده و باقی مونده؟ فرضیه ملکه سرخ این مسئله رو هم میتونه توضیح بده. دلیلش جذابیت جنسی این ویژگی هاست برای جذب جنس مخالف، چون اینها علامت بزرگی برای جنس مخالف که صاحب این ویژگی ها قوی و سالمه، پس جذبش میشه و جفتگیری میکنه و بنابراین ژن شاخه بزرگ و دم بزرگ همینطور بیشتر و بیشتر میشه. دو تا نظریه دیگه هم هستن که محققا برای توضیح مزایای تولید مثل جنسی مطرح میکنن. یکیش فرضیه ترمیم هست. محققا میگن تولید مثل جنسی به موجودات کمک میکنه تا آسیب‌های دی ان ای خودشون رو ترمیم کنن. وقتی دو تا سلول جنسی از دو والد مختلف با هم ترکیب میشن، فرایندی به نام بازترکیبی ژنتیکی اتفاق میفته. این فرایند باعث میشه که نسخه‌های سالم ژن‌ها بتونن جایگزین نسخه‌های آسیب دیده بشن. مثلا تصور کن یک سلول تخمک ژنی داره که آسیب دیده، ولی اسپرم همون ژن سالم رو داره. با ترکیب این دو ژن سالم میتونه وارد سلول فرزند بشه و به این ترتیب آسیب ژنتیکی جبران میشه. این ویژگی باعث میشه که موجودات تولید مثل جنسی در دراز مدت بهتر بتونن با استرس‌های محیطی و آسیب‌های ژنتیکی کنار بیان. فرضیه دوم پاکسازی جهش هاست، جهش های ژنتیکی مضر. تولید مثل جنسی باعث میشه جهش های مضر ژنتیکی راحت تر از جمعیت حذف بشن. میدونیم که جهش های ژنتیکی همیشه اتفاق میفتن. مثلا فرض کنید اگر یه موش جهشی داشته که بیناییش رو ضعیف کرده، اون ژن ممکنه تو نسل بعدی با ژن سالم ترکیب بشه یا اصلا منتقل نشه. ولی در تولید مثل غیر جنسی همون ژن معیوب مستقیم قراره که کپی بشه و به فرزندان هم برسه. بنابراین تولید مثل جنسی یه جور غربالگری طبیعیه که ژن‌های خوب رو نگه میداره و ژن‌های بد رو حذف میکنه. این هم دلیل دیگه‌ای هست که تولید مثل جنسی رو توجیه میکنه. در نهایت این رو هم بگم که بعضی از موجودات مثل جلبک‌ها، بعضی حشرات و حتی بعضی ماهی‌ها و کوسه‌ها که معمولاً غیر جنسی تولید مثل میکنن، زمانی که شرایط محیطی چالشی رو براشون ایجاد میکنه، مثل بیماری یا هر چیزی که وجودشون رو تهدید میکنه، به یک باره شروع میکنن به تولید مثل جنسی. چرا؟ چون بر زدن ژن‌ها ممکنه تنها راه نجاتشون باشه و در مقابل بیماری ایمنشون کنه. پس سریع سویچ میکنن به بین تولید مثل جنسی و غیر جنسی، عوض میکنن روش تولید مثلشون رو که خیلی ایدئال به نظر میرسه. کاش ما هم میتونستیم خودمون رو کلون کنیم. فکر کن مثلا شست پامون جدا بشه، خودش تبدیل بشه به یه آدم دیگه. حالا از شوخی که بگذریم، میخواستم اینو بگم که این تصمیم من و شما و موجودات دیگه نبوده که بخوایم جنسی تولید مثل بکنیم یا نه، بلکه این یک اتفاق کاملا تصادفی در جایی در تاریخ
اولیه حیات بوده. موجوداتی که با سکس تولید مثل کردن از قضا با افزایش تنوع ژنتیکیشون بیشتر باقی موندن و طبیعت انتخابشون کرده. پس این سرنوشت نبوده، قسمت نبوده، تکامل بوده. میخوام این اپیزود رو با یه سوال تموم کنم که خودم فکر میکنم سوال خیلی مهمی هست. اگر ما آدما مثل بعضی از موجودات دیگه تولید مثل غیر جنسی داشتیم و برای بقای خودمون نیاز به جنس مخالف نداشتیم، به نظرتون بازم عشق وجود داشت؟ یا اینکه فکر میکنید عشق همین کشش ناخودآگاه ژن‌های ماست برای تکثیر، همون اراده معطوف به بقای ماست؟ یا اینکه برعکس فکر میکنید که عشق یه چیز فراتر از ژن هاست، یه چیز فراتر از تولید مثله؟ من فکر میکنم سوال مهمیه. بیاید این زیر در موردش حرف بزنیم. ممنون میشم اگر لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. کمک کنید که ما در یوتیوب دیده بشیم تا بتونیم بیشتر فعالیت کنیم. پاینده باشید و در پناه دانایی.